که دیدی محمد انصاری چند تهمت‌های بالای سر شما زده خبیث که این حادثه من بیخبرم. و یوز با همون پریاما یشیره در یوتیوب سر کرده بوده. در همجا یک بچه میگردد او سوال داده که همون ابو محمد مدنی ما رو چی میگه چی اخوانی میگه این حزبی میگه بعد او سبحان الله یک تهمت‌های زد که بالای شما در نزد الله چی جواب داده میگه چی از تهمتاش تقریبا یعنی تقریبا میگفت که من گویا که مجیب رحمان انصاری من نویره یعنی شما یکم کم کرده باشید این نوع خوارج این است این نوع متهمای تکفیری است این بزغاله های بحث متهم. میکرد شما که چی خیل میدونی میگه ها روش نشون میتید پاسپورتش میبرم خیلی گپ پاسپورتم میبردیم جای پرپسکم برام خونم کامera کره یعنی چند سری اول میکردیم بعد حالی سجده میکنن نگفته این خوب است و اینها خیلی خودش بزرگ میشمارد اینها خیلی خودش بزرگ میشمارد بله اخوانی است سروری هستیم یک قسم از اخوانی سروری است یک گمراه است ضال و مضل است این یک جاهل است یک وقت این طرف است یک وقت اون طرف است ما را طعنه میزند به بعضی از جماعت های هم بله به بعضی از جماعت ها خودش سال 2013 14 15 16 همون جماعت ها را خوب میگفت ویدیوهاش هست یک کلیپ بیارن که داعش انسان‌های بیگناه زن و بچه مردم رو کشته باشه، کودکان مردم رو کشته باشه. اینایی که کشتن سر بریدن گردن زدن هر کاری کردن همون نیروهای شبه نظامی شیعی بودن که باهاشون درگیر بودن. ما همه هستیم لشکری خلافت، ما همه هستیم لشکری خلافت. اگر اهل سنت کاری رو انجام دادن، اگر انتقام گرفتن از جنایاتی که علیشون انجام داده شده، اینا سرسراتون در از دهان ما هیچ چیزی برآمدگی نیست. مثلا بعد از این مثلا میگوید که بارک الله فیکم فلان فلان انسان چیکار کرده است مبشر مسلمی ها را یا که عبدالرحمن نه 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 همون اعتقاد مجیب الرحمنش اعتقاد مبشرش سرش انمونها به فلاکت و به همون مشکلی که به سرش اومد انا همون به سرش همون اعتقادش به همون مشکلی ها برده رسوند زیرا که اونها به علا بازی میکردن به علا بازی میکردن و فکر میکردن که اینها به همین بازینگری و به همین این طرف و اون طرف هر خیل دویدن و رفتن و اومدن کارشون خوب میشد. نه 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 نمیشد. به دین الله بازی نکنید، به دین الله بازی نکنید عاقبتتون بد است. اونها با چقدر جماعت ها بازی میکردن، با چقدر جماعت ها بازی میکردن، خیلی در حالت بد بود. همه جماعت ها که بازی کردن خوب نیست بازی میکرد. اونجا مثلا مجیب الرحمن با طالبا خیلی بازی میکرد، لیکن اکن آوردن به سر یک بیچاره که آیسته گشته است یک تهمت است. از همه مردم خیانتکار تهمت کننده که اصلا صدق عدل انصاف ندارد همین حاضری است. الله خورش